میگوید بار خانه فاطمه آمدن، گفتن ای فاطمه، ای جگرگوشه من، چرا در خانه علی نیست؟ یعنی علی شوهر فاطمه بود، داماد پیغمبر بود. حضرت فاطمه شفاعت کننده کل زنهای امت اسلام گفتند ای پدر بزرگوار، گفتند کان بینی و بینه شیء فغاضبنی و ذهب لا ادری این ذهب. پدر بزرگوار گفتند الحال، گفتند بین ما شاید 1 ساعت پیش یک جنجال شد، ما با علی جنجال کردیم، نه مثل جنجال های امروزه. بعض جوان مسلمان، خدا پدر و مادرش رحمت کنند، میگوید که زن من میگوید در دهن تو من فلان کنم. خدا ترا بدبخت میسازد، خدا ترا روسیا میسازد، تو نام مادری را رسوا کردگی هستی. این گونه غضب در بین علی و فاطمه نبود. میگوید گفتن پدر بزرگوار کمی بین ما یک نافهمی شد، حضرت علی ملال شدند و از خانه برآمدند، نمیدانم کجا رفتند. رسول اکرم میگوید غضبناک شدند، گفتند یا فلان انظر عین علی. میگوید سر از خانه بیرون کردند، یک امت شفیرات کردند، گفتند ای مرد کنی تفتیش کن علی کجا رفته باشد. میگوید این مرد دوان آمدند، گفتند یا رسول الله هو فی المسجد. ای پیغمبر خدا، علی گفت در مسجد خواب است. گفت مسجدهای اون زمانه این گونه قالین ها نداشتند، از خاک عبارت بود. رسول اکرم میگوید وقتی من داخل مسجد شدند، پیغمبر خدا دیدند که حضرت علی بالای خاک خواب است. آمدند میگوید و پشت و چهره علی را میگه از خاک تازه کردند، زیرا رسول اکرم گفته است من احب علی فقط احبنی و من ابغض علی فقط ابغضنی. کسی علی را دوست می‌دارد به تحقیق مرا دوست می‌دارد، کسی علی را بد می‌بیند به تحقیق مرا بد می‌بیند. علی را دوست می‌داشتند. میگوید یگانه آدمی بود که در حالت غضب پیغمبر با پیغمبر صحبت می‌کرد، این علی بود. بسیار علی را دوست می‌داشتند. آمدن میگه چهره و پشت و روی او را تازه کردند و گفتند قم یا ابو تراب. این کنیت، این لقب بود که پیغمبر بر علی گذاشت که این کنیت، این لقب به علی بسیار خوش آمد. چی گفت؟ خیز، گفت ای مردی که در خاک گفت آغشته هستی، خیز ای پدری خاک. وقتی علی شنید از جای خود خیز، احترام میکرد پیغمبر را و دست علی را گرفت و به خانه آمدند. وقتی وارد خانه شدند و دیدند که در چهره پیغمبر که دیگرگونی هست، فاطمه در حال حس کردند که پدرش از او راضی نیستند، ناخشنود هستند برای این کاری که نسبت شوهر خود علی کرده است. در حال میگوید فاطمه دویدن از دست پیغمبر خدا تپیدن، گفتن پیغمبر پیش از آنه که علی از خانه من برآید، من نزد علی آمدم و پشیمانی خود پیش او اظهار کردم و طفت حوله 7 مرات، گرد علی 7 پیچ دور گشتم و گفتم ارضی عنی، و گفتم علی از من راضی شو، بالای من غضب نکن. من از علی این گونه مراجعت ها کردم و از من راضی شد، بعد از خانه من بیرون شد. رسول اکرم وقتی که این سخن از فاطمه که شنیدن این حالت میگد، باز رسول اکرم خوشنود شدند و گفتند یا فاطمه والذی بالحق نبیا لو مت قبل ان ترضی علیا لم اصلی علیکی. رضاء الزوج هو رضاء الله و سخط الزوج هو سخط الله. ای فاطمه گفتند، ای جگرگوشه من، ای دختری من، گفتند قسم بر آن خدایی که پدری تو را با پیغمبری فرستاد، اگر تو پیش از رازگی علی از دنیا میگذشتی لم اصلی علیکی، من نماز جنازه تو را نمیخواندم. یقین بدان گفت ای فاطمه که رضاگی شوهر رضاگی خداست،
و غضب شوهر این غضب خداست. این بود تعلیمات پیغمبر خدا نسبت دختری خود و نسبت تمام دخترهای امت خود. این معامله پیغمبر خدا هست. از همه خواهرای عزیز، مادرای عزیز، خواهش و التماس من همین است که با قدر شوهرها برسید. با شوهرها گپگردانی نکنین، شوهرها را به احترامی نکنین. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما قید کردم، اگرچه این شوهرها در نزد شما قدر ندارند، قیمت ندارند، لکن حورهای جنتی چی گفتند؟ قاتلک الله فانه هو عندک دخیل. شما را ای زنها خدا قتل کند، اینها در نزد شما موقت هستند، زود است که نزد ما می آیند. یعنی زود است که این جوانهایی که می بینیم چی پولدار هستند، چی بی پول هستند، چی حسن خوب دارند، چی حسن ناخوب دارند، اینها در نزد حورهای جنتی با قدر هستند. اینها در نزد خدای خود با قدر هستند. حضرت اصعمی میگوید در جنگل یک زنی را دیدم که به نهایت زیبا بود و یک زمان پس میگه شوهرش آمد، نگاه کردم به نهایت زیشترو بود. گفتم ای زنی زیبا همین شوهری تو هست؟ گفت بله. گفت با همین زنی که چهره سیاه دارد، چهره بد دارد، ترش دارد، چی یک شکل ناخوبه دارد، با این تو راضی هستی زندگی کنی؟ گفته حضرت اصعمی گفت این لفظ را دیگر تکرار نکن. این زنی زیبا گفت این لفظ را تکرار نکن. شاید که گفت این مرد در نزد خدا چنان کاری ثواب کرده باشد که این زنی زیبا را ثواب این مرد گردانیده باشد، و شاید که من در نزد خدا چنان یک معامله ناخوب کرده باشم که این مرد را عقوبت من گردانیده باشد. بین چی معامله، چی یک سخن زیبای از جانب زنها صدا میداد. از این خاطر همه شما باید که البته در رفتار زنهای خود دائم نظارت کنین و باید که زنهای شما را احترام کنند. و چگونه ای که مراجعت کردم باز مراجعت میکنم که خواهرای عزیز با قدر شوهرها رسید. اگر شما خواهید که جنتی شوین، اگر شما خواهید خداوند از شما راضی، پیغمبر از شما راضی، قرآن از شما راضی، با قدر شوهرها رسید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.